پیش یاران ما نشان دوستی می آوریم، مهر دل از توشدان دوستی می آوریم. با یک جهان مهر و محبت بی اندازه به همه شما دوستان گرامی سلام عرض می کنیم. باز هم برنامه نورافکن است، مهمون خاندان شما با نور و ضیا و مهر و وفا. بله دوستان عزیز، برنامه نورافکن سرشار از مهر و محبت و هنر و ایجاد است. زیرا این نوبت مهمون برنامه ما هستند سراینده بسیار هم محبوب و دوست داشتنی که از کشور افغانستان به تاجیکستان تشریف آورده است و با صدای جذاب و دلنشین خود البته به دلها نور و ضیا میبخشد. میری مفتون. شما خوش آمدید. سلامت باشید. پیش از همه به تاجیکستان و به تلویزیون سیلمی. سلامت باشید. سلام خدمت شما و بعد سلام خدمت همه بینندهایی که حاضر مرا تماشا دارن. سلام خدمت ملت قهرمان تاجیک و اما بینندهایی که بیرون از مرز تاجیکستان هم تماشا میکنن. سلامت باشن. بسیار خوشحال هستم که تلویزیون محترم سینما و برنامه نورافکن مرا دعوت کردن و پیش شما نشستم. از شما سپاسگزاریم که به برنامه ما شرکت ورزیدید. ولی پیش از همه سوال میگذاریم که 5 سال قبل شما به تاجیکستان یعنی تشریف آورده بودید. از آن تشریف و این تشریف یعنی چی تفاوت میبینید امروز در دوشنبه؟ های چی بگویم از این تفاوت‌ها. ما 5 سال قبل یک سلام بسیار صمیمی به خدمت جناب عالی و بعدش حاضر که آمدم ما و جایی که گشته بودم ما اونا رو نیفتم در تاجیکستان. نشناختیم. شما باور کنید که همه اما مشهورترین در داخل اشار طرف پارک چیز میگشتیم. اونجا سینما بود و بعد پارک سامان اونجا. اونجا رو ما درست نفهمیدم، گفتن این همینجا بودی. به خاطر از که بسیار آبادی شده، بسیار تحول آمده، بسیار تغییرات کرده. تاجیکستان نام خدا بسیار آباد شده، همه بلند منزلا شده، سرکا، باغ، پارکای بسیار زیاد ساخته شده. من متعجب شدم. بسیار خوشحال هستم. چون سفر نخستین شما در دایره جشن تنتنه‌های جشن نوروز بود، سفر دوم شما باشد در یک فضای راست آمد که یعنی تنتنه‌های جشن استقلالیت بود. بله. خب این فضا رو شما چگونه دریافتید؟ چی تاثیرات برداشتید از این تنتنه‌های ایدانه جشن استقلال تاجیکستان؟ بله، من به روز دعوت شدم، به روزی آمدم اینجا که روز استقلالیت بود. بسیار خوشحال شدم. مردم با شور و حلاله آنقدر آزادی، آنقدر تینجی، آنقدر امانی است در تاجیکستان که ما چندین کشوری که رفتم شما باور کنید که به این عادی که در تاجیکستان ما گشت گذار میکنم و مردم میبینم ما در دیگه کشورها ندیدم. به این شکل بسیار تینجی، بسیار امانی، بسیار مهر و محبت در یک فضای بسیار صمیمی روز استقلال دیدم که تجلیل کردن. بله. و شما حس میکنید یا حس کردید، درک کردید که خیلی مخلصان زیاد داره در تاجیکستان؟ بله. به حد. بله. از زمانی که آمده بودم ما در تاجیکستان آمدم با این خیال که کسی البته اگر یگان تا نیم تا بشناس حالی هم هر کس که تیر میشه و مرا ببینه خصوصا از کلای تاقین سرخ میبه یا صورت گیری به بچه دایی را بشناسید مرا نام خدا. بسیار محبت کردن امرای ما، بسیار صمیمیت کردن. همه ملت تاجیک میدونم که سرودای مرا دوست دارن.
عدلان شریف و ملک کولاب ای بلاد قشنگ داد شنبه قانون ستاره اومدم قانون ستاره اومدم قانون ستاره اومدم قانون ستاره اومدم عموما و پس از شنیدن سرودی که شما این لحظه سرود سرای دید وصف پیشوای ملت وصف تاجیکستان من پایخست بردم که یعنی حس کردم که نه تنها ما یعنی با پیشوای ملت افتخار میکنیم. از گفته‌های شما برمیاد که شما نیز افتخار دارید از پیشوای جهان افتخار میکند به جناب عالی جهان افتخار میکنم جهان تاجیکا افتخار میکنم من خب بیخی افتخار میکنم به جناب عالی. بله بیا درباره این سرود قصه کنیم چگونه این سرود تولید کردید؟ همین سرودی را که خواندم بله بله ما گفتم ولی بچهای نسل جوان نو برآمدن شاعری میکنن. فرید جان رمزی همسند و همسال پدرجان ما است یعنی محمد رضا جان یک کم تر از این کلانتر است. یعنی هنوز طلبه مکتب است. بله طلبه مکتب است مکتب میخواند مکتب او شاعری میکنه و ما که پیش از این که بیایم ما در ماهای اپریل بگم همه ماه اول ما سبزوار تاجیکستان و تاجیکستان که از تلویزیون دیدم ما با عائله خود میگفتم که وزن چقدر فرق کرده است اینجا چه رقم بوده چه رقم. ما گفتم یه بار دیگه ما باید تاجیکستان 100% اگر زنده باشم برام. بعد این سرود و بچه را گفتم که یک سرود با ما جور کنی که ما باز تاجیکستان میرم. غیر از اون دیگه هم بود سرود یک دو تای دیگه هم جور کرده گفتم در وصف تاجیکستان در وصف جناب عالی که بود پیشکش کرد. بله در وصف نوروز تاجیکستان. بله 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 همه ابتکاراتی که در تاجیکستان است و ما هم دوستشان دارم. خوب در هر یک کشور و هر یک مکان برای انسان البته یک چیز هست که مثال یک با یک خصوصیت خاصش پسند میآید. در تاجیکستان چی برای شما پسند آمد بیشتر؟ برای ما همه چیز در تاجیکستان پسند آمد. مهمان نوازی، قدر، صمیمیت مردم بسیار زیاد. یک برخوردی بسیار نیک میکنن با همه مردمی که جامعه برخوردی نیک میکنن. خصوصا فضای موسیقی در تاجیکستان بیشتر یعنی سرودخوانی و موسیقی بیشتر فضا دارد. همه چیز ما خوب میبینم در تاجیکستان. خیلی خوب اکنون بیا درباره خود شما گپ میزنیم. یعنی میگویند که نام در حقیقت یعنی تاثیرگذار است به انسانیت به شخصیت. یعنی نام شما رو پدر و مادر وقتی میری مفتون موندن یعنی تاثیر گذاشته است در حقیقت که با سروده ها با صدای دلنشین همگان رو مفتون کردید یا اینکه چیز دیگر یگان سری دیگر است؟ شما سلامت باشین. اگرچه ما کلانترهای ما میرم بود بعد از اینکه ما تخلص خود مفتون ماندیم بله. ما دیدیم که همه مردم مفتون ما شد به خاطر همه سرود خواندن ما محبت مردم که با ما محبت و صمیمیت داشتن ما را به خودشان مفتون ساختن و خودشان به ما مفتون ساختن. ما بسیار خوشحال هستم از این لقبی که بالای خودم مفتون ماندم و این نامی که بابا با ما موند بسیار خرسند هستم. یعنی این نام اصلی شما نیست یعنی لقب شما است؟ بله مفتون لقبم است. و خیلی شاگردان زیاد دارید که آنها نیز یعنی همین نسب رو گرفتن یعنی مفتون همین لقب. بله شاگردای ما یک همگیش همین خیش تبار هستند از مکتب ما که فارغ میشن و میبراین یکی که سمبول شاگردایم سمبول خدمت میمونن کلاه سرخ میمونن همین کلاه سرخ میمونن و یکی که همون یگون خیش تبار نزدیکتره
میگم که شما مفتون تخلص بکنه به خاطر از اینکه هم خیش تبار هستین و هم از زیر دست خودم شما برآمده. در غیر از او اگر ما به دیگه کس خلازیم نمیبینم که هر کس چرا در یک مفتون است که میری مفتون است. درست. با مردم ها مفتونی میشدن. من یک بچه دارم، محمد رضا جان. بله. که اینجا 6 تا نام پدرم است. در خانه را پدرجان صدا میکنیم. هم خیش تبارم پدرجان صدا میکنه، نامش محمد رضا است. و کسب شما رو انتخاب کرده است، الکی راهی موسیقی رو انتخاب کرده است؟ بله، پدرمان. بله. حالا ما از دیگه کوشش میکنیم که محمد رضا جان مفتون همه کسب ما را پیش ببرد که علاقمندای ما بعد از نابودن ما مایوس نشن. چرا مردم به ما میگه که ما اگر خدای ناخواسته تو نباشی ما چه خیل کنیم؟ میگم بیا توکل به خدا، محمد رضا ان شاء الله جای مرا میگیره و شما خیلی به علاقمندای خدمت میکنه. یعنی محمد رضا هم در آینده محمد رضای مفتون میشه ان شاء الله اگر در تقدیرش باشد. ما میگم کوشش کنه که مکتب مسلکی بخواند، زنده باشد مکتب هم بخواند، مسلکی بخواند که خوب یک دکتر خوبم براید و مفتونم براید. چون نصیبه اینجا فرصت رسیده است که بازم صدای جذاب و جالبی میری مفتون رو بشنویم. هم برای بینندگان البته این پیسند است، هم برای ما یک فراغت دیگر میبخشد. بله درست گفتید. پس میشنویم. پدر چی خوش کلانت کردم، آی پروردم و نازم و جوانت کردم، آبودی تا عزیز جان و خدمتگارم، آی امسال و پی بختت روانت کردم. ای جان پدر چی خوش کلانت کردم، آی پروردم و نازم و جوانت کردم، آی بودی تا عزیز جان و خدمتگارم، آی امسال و پی روانت کردم. تا پسر جان منی، تو نور چشمان منی، تا جگر جان منی، آواز و ارمانی منی، تا جگر جان منی، آواز و ارمانی منی. تو پدر جان منی، تو مهربان منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی. رفیقی سفرم، آی من است و قلندر و ملنگی تشدم، آی قند و وصل و عزیزی جان دیگرم. تو پدر جانی منی، وای تو مهربانی منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی. تو پسر جانی منی، تو نور چشمانی منی، تو جگر جانی منی، آواز و ارمانی منی، تا جگر جانی منی، آواز و ارمانی منی. اینا باشم قدیده و خانه کنم، شب پای در را چرک چرک ناله کنم، شب ناله کنم کسی به دادم نرسد، خنجر بگیرم جگرم پاره کنم. اینا باشم قدیده و خانه کنم، شب پای در را چرک چرک ناله کنم، شب ناله کنم کسی به دادم نرسد، خنجر بگیرم جگرم پاره کنم. تا پسر جان منی، تو نور چشمان منی، تا جگر جان منی، آواز و ارمانی منی، تا جگر جان منی، آواز و ارمانی منی.
ادامه دارد دوستان عزیز برنامه نور افکن و یادآور میشویم که این نوبت مهمانی برنامه ما هستند سراینده خیلی هم محبوب دلها که در افغانستان و تاجیکستان میشناسند، دوستش میدارند و صدای جالب آن کس به دلها البته شادی و سرور میبخشد. میری مفتون بار دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم به تاجیکستان بهشوسو و به برنامه نور افکن. بله درست قید کرده و میری مفتون رو نه تنها در تاجیکستان و افغانستان بلکه در هر کجایی که یعنی فارسبانان هستند میشناسن و دوست میدارن و یک خصلتی دارن میری مفتون که در هر محفلی که سرود میسراین یک سرود رو همون گونه که هست همون گونه نمیسراین، یک سرود رو در هر محفل هر گونه میسراین. یعنی این از چی درک میدهد یا از چی وابسته است؟ از آن یعنی از آن مکان یا آن محفل وابستگی دارد که هر کجا یک سرود رو هر گونه میسراین یا این شیوه شما باید باشد شاید باشد. خیلی اگرچه اما شاعر میگد با عمل تکیه نکن خواجه که از روز ازل تو چی دانی قلم سین به نام چی نوشت. بله یک کم و بیشی که و استعداد در وجود ما هست و بر علاوه از این بله دیگه این به مکان تکیه میکنه. بله بله. خصوصا ما این در تاجیکستان آمدم، شما فکر کنین که ما از زمزمه های شعری ما نوشته شعری ما ده چند شده در کشور. بله. خوب در کشور افغانستان البته نه همه وقت آرامی است. خوب البته برای شما معلوم است برای ایجادکاران سرایندگان البته مشکلی هست چون ایجادیات البته یک محیط زیبا رو میپرستد، یک آرامی رو میپرستد. بله خب یک چیزی واقعیت است، خصوصا فضای هنرمند یا فضای حافظ به گفته شما تاجیکا، فضای حافظ، فضای هنر یک فضای کاملا کلان و امنیت و آرام که نباشد حافظ نمیتونه که او را حافظی کردن بتونه. چون شرایط در کشور جنگ است، ناامنی است. وقتی که ما ناامنی را میبینیم ما همو غزلی را که میخواهیم بخوانیم یا همو غزلی را که بسازیم و از حافظه ما میره فراموش میکنیم مرا. چرا میبینیم ناامنی است؟ مثلا خون است، نفر افتیده بله یا در سرک یا در جاده او دیگه تمام دیگه حافظ نمیتونه که حافظی بکنه، یعنی از غم نمیتوانی سرود شادمانی بله. بخوانید. درست است و یعنی از گفته های شما برمیاد که شما تصنیف نیز میکنید، همین گونه است؟ یعنی به مثال آنه که یعنی شعر می نویسند یا که آهنگ می سازند. ما خودم هم خب اگرچه شاعرای مهربان و بالایی هستند چه در تاجیکستان، افغانستان، ایران، همه جا شاعران و نویسنده‌ای بسیار محترم هستند. بله. اما من هم وقتی که فضا برای ما آمد میکنه یک فضای خوب یگان بار بله خودم هم شعر می نویسید، آهنگ هم میکنید. آهنگ هم میسازم. یعنی آهنگ و شعر می نویسید. بله. باز در برابر این با کدام شاعران شاید همکاری دارید؟ از ما آری شاعرای نسل جوانم در وطن بسیار رشد خیلی کرده. زیاد. مثلا ما شاعر محلی داشتیم پیشترا دولت محمد جوشن که هم شاعری میکرد و هم آواز میخوند. مثلا یکی از جمله شعراش کجا کبروی هم قدد نودنیال خیالت چشمان خمار. بله این شعر از دولت محمد جوشن است، کمپوزش همیشه خودم ساختیم از او است. امروز از اونا همیشه شیشته برخواست داریم. بعد میرسید جان سعید است، بعد مصطفی ایمانی است، علی فرید رمزی است، این اینا عملی شد. از شاعران تاجیک چی شاید با یگان کسی همکاری دارید یا با اشعارشون آشنا هستید؟ والا خیلی تا هنوز ما امروز اینا ما بسیار علاقمندی دارم که من شاعرای تاجیک علی بیافم که امروز از اینا بشینم. هم یک بار آمدم اینجا امروز یکی دولت سفر ششنیم هم یک کتاب با ما داد، امورا گرفتم یکم بار امورا مطالعه میکنم. گرچه در حساب محلی ما شعرهای از او خیلی یک ذره سنگین است و از می در و چون شاعر بسیار محترم است دیگه. باز من کوشش میکنم که شاعرها رو پیدا بکنم، ما در تلاش هستم. بسیار علاقمندی دارم به شاعرهای تاجیکستان. بله. و سرودهای دوگانه با یعنی سراینده های افغان بسیار سراییدید ولی میل نکردید که با سراینده های یعنی تاجیک سرودی دوگانه بسرایید؟ بسیار تلاشی گپ دارم. من بسیار آرزوی از این گپ دارم. یکی از این علاقمندای است او سال آمد متاسفانه نشد. ما گفتم امرای نوازندای تاجیکستان که برای من موسیقی
اصلی همون سنتی را بنوازن که ما خودم آواز بخوانم و با کسایی که علاقمندی دارم که امروز یک آوازخوانی بکنن. انشالله این پلان ندارم. این نقشه هست و در آینده امید داریم که میشود. بله کار خیلی خوب. چون شما در تمام موضوع ها اگر گوییم سرود سرایده جای از وطن گفته، جای از عشق و محبت و همینطور همه موضوع ها رو البته سرود سرایده. کدام موضوعی هست که بیشتر برای شما راحت است سرودن و میخواهید که همون موضوع رو بیشتر سرایید؟ با ما همش یک چیز است. ما زیادتر به خاطر از خوشم که وطن آرام باشه و تینجی باشه و بعد سر زمین ها و سبزا و باغ و درخت و تپه ها را ببینم، بعد خوشم میاد که هم شعر بگویم به سرایم شعر و هم خودم را آواز بخوانم اشتموشم. هی در روی جیان شو گدا بگذرد، هی مسکنی من زهر زمین است زمینه، جان در جسد و جسد جدا میگذرد، جان در جسد و جسد جدا میگذرد.
در تاجیکستان زیر زمان شبکه‌های تلویزیونی زیاد است. در افغانستان نیز ما البته شبکه‌های تلویزیونی شما رو تماشا میکنیم. شما چی شبکه‌های تلویزیونی ما رو تماشا میکنید؟ و کدام برنامه‌ها رو شاید میدونید تماشا میکنید؟ بله، ما زیست و زندگی ما در پامیر است، در ناحیه اشکاشم. فقط یک دریای 5 مابین است. یک طرف خانه قومای تاجیکستانی ما همه خیش تبار بله. و یک طرف ماستیم. ما همیشه تلویزیون های تاجیکستان 4-5 تا اداره تماشا میکنم. باخصوصا تلویزیون سینما را زیاد تماشا میکنم. براستیش چون برنامه‌های بسیار خوب دارد. میدونید شما رو همچون یک آوازخوان میشناختن و دوست میداشتن و از روزی که شما یعنی داور شده در شبکه طلوع باز هم مهری مردم زیاد شده. مهری مردم یعنی مهری تماشابین زیاد شده، ولی گمان میکنم اون نفری که در اونجا اشتراکچی است شاید از شما ملال شده باشه. هست همین گونه هست و چگونه شد که شما رو دعوت کردم در آنجا؟ بله، ما کوشش میکنم ما در عرصه هنرم در محافل باشم، در هر جایی که باشم، در برنامه باشم. ما کوشش میکنم که این دنیا خو میگذرد، یک آدم از پیش ما خفه نرود، ملال نشود از پیش ما. اما تایید ما به زور خدا هیچ کس از پیش ما ملال نرفتم. اون چیزی که تانستیم امرایش کردیم. نگار جان به وفایت یادم آمد دامن دراز. فلک ما را نزن بالم شکسته و دامنم دراز است. این تو بخونش. یعنی خیلی داوری مهربان بودید. قربانتان. دلسوز. حتما دیگه. خوب اگر سطح خوانش همون نفر خوب نباشد میشه؟ ما در یک صورت اگرچه داورای محترم در اونجا بودن، موسیقی خودش یک دریاست. موسیقی را هیچ کس علمیت موسیقی را پاس کردن نمیتونه. دریاست. بسیار هنرمندای خوب همه یمو بچه ها خوب میخونن. تنها ما یک چیز در اینجا متوجه بودم که همین شعر غلط نخواند کس. شعر ایرا میفهمیدم که تو شعر غلط خوندی و همین شعری را که خوندی از کی بود او را هیچ کس نمیفهمید. من خودم میفهمیدم که همین شعر کیست. مثلا آهنگ میخوندن، آهنگا را من از تاجیکستان بار جو یاد میکردم. خدا بخشد خانم نگینه را یا اگان آهنگش میخوندن یا از دیگر هنرمندای سابقه تاجیکستان، من این گپا را میفهمیدم که با دای خاطر نمرهشون را کم میکردم. میگفتم شعر نفهمیدی، شعر نجوش غلط خواندی. این یا آهنگ فلان هنرمند خوانده بود یا از تاجیکستان یا از افغانستان، این نجوا را کم با دن بسیار نمرهش کم میکرد.
مهرای وطن من بلا گرفته چی کنم در لای وطن فتنگری بسیار است ای جانم در قدر ای توفیق دل من خدا گرفته چی کنم تحصیل کرده کدام رشته هستید؟ البته موسیقی و یا کسب شما البته یا دیگر است؟ متاسفانه در زمانایی که ما از مکتب برآمدیم مکتب‌های مسلکی آنقدر نبود، تنها یک پانتون در کابل بود. یعنی مکتب موسیقی نبود؟ نه مکتب موسیقی نبود. دیگه ما چون پدرم کسبی بود، ما خودم از همین شوق از دستی که شوق بودیم خود در ازل و در تقدیر ما عمل شد. ما موسیقی را مسلکی نخوندیم تا همون اندازی که خودم میفهمم. یعنی چگونه شد که شما پس اینقدر مشهور شدید، یعنی هنر کسبی را آموختید؟ پس این سوال اینگونه می شود که برای همین گونه سراینده خوب شدن چی مهم است؟ اگرچه شیرینی گلون نباشد به تمرین هم خوب کار داره. این شیرینی گلون پیشتر همو گفتم که به عمل تکیه که خواجه که از روزی ازل تو چی دانی قلم سین به نامت چی نوشت. این کار از ازل میشه. ولی انتخاب شعر خوب، شعری که پر معنا باشد، اگر شعر بیت عاشقانه هم باشد منظم باشد، خوبش باشد، به شکل خوب تو را بخوانی، به شکل سوخت بخوانی که یک طرف موسیقی سوخت ساز داره و از یک سو گلونت سوخت ساز داشته باشه که در دلای مردم چنگ بزند. وقت هنرمند شدن میتونی که همه چیز کنترل کنی. درست است. با میری مفتون یعنی کدامش خوش است؟ یعنی محبوب بودن یا که شهرت داشتن یا که دوست داشته بودن؟ والا اینا خب بدون یک دیگر نمیشه. یک شهرت داشته باشی که محبوب نباشی با چی کارش کنی؟ درست. امی هر کس هم بشناسه بگه خیلی میشناسمش، او هم بگه خیلی میشناسم، هم خیلی میشناسم، این بی‌مزه دیگه. نه کسی بشناسه بگه من دوستش دارم، فلانی را دوست دارم. بله. خوب، درباره عشق زیاد سروده اید. عشق از نگاه شما؟ جوانی یک مصرع شعر اولش یادم رفتم میگه که در بهاران هیچ آب خالی از سیلاب نیست. این یک سلسله مراتب است. وقتی که جوان هستی عشق میورزی، صورت میبینی، یگان قد و ترکیب میبینی، بعد خوشت میآید که شعر بگویی، بعد خوشت میآید که آواز برش بخوانی و نموت بعد پایه در پایه و سلسله مراتب به هم گپ بالا میرسی دیگه. چون درباره جوانی حرف زدیم، یعنی هست همون لحظه های کودکی که سخت در یعنی حافظه شما حفظ شده است و هرگاهی که یاد میارید پیش نظر میارید یا سخت اشک میریزید یا اینکه میخندید؟ در کارهایی که میکردم که گاهی هم خنده میکنم، گاهی هم افسوس میکشم که یک بار دیگه هم خیلشم که همون تو کاره باز او هم بیخی یک کاری تعجب بودم و کار باز انجام بدم، بله هم اشک میریزم و هم باز خنده میکنم. یعنی در کودکی شوخ بودید؟ به حد به اندازه. بله خیلی خوب. ولی همین توقعی که شما همین توقعی که در سر میمونه برای چی کج میمونه؟ این کج به خاطری میمونم که پدرم توقعیش کج میموند. کج میموند. ما دیگه از همین وقتی یک کمی که موی ما کم شد، ما خب موی زیاد داشتیم، خب تو نبود که پیش روی ما کل شد. ما مویای ده فرق داشتیم، ما هم زنجیرهای گردن داشتیم، ما هم همون تو کش فشی و تاب داشتیم. بعد همین مویم که کم شد این کلا را ماندم، بازی کج ماندن از پدرم با ما میراث مانده. ولی همین کج مانده، ولی همین دوستا که میبینم این توقینم کج است دیگه، هم تو ماند با ما میراث شد. چون شما شوخ طبیعت نیز هستید، چون در برنامه تماشا کردم البته دیدم، در سینما آیا یگان رابطه دارید؟ شاید نقش بازیده باشید؟ نه، با سینما و گپا چون متاسفانه
از زمانی که ما اگر بگوییم که از مکتب برآمدیم و ما خو افسری دولتی بودم افسر. بعدش که افغانستان تحول آمد و جنگا و ای گپا شد دیگه اونجا سینما هم دیگه همه نبود و از بین رفت و همه گپ. اگر این علاقمندی دارم مرا تلاش گپ میکردن، ما بسیار شوخم هستم با کار سینما را انشالله پیش برده میتونم، یعنی در نقشایی که مردم خنده بکنم. بله به همین خاطر پرسیدیم. و با سینمای تاجیک چی آشنا هستید؟ چون گفتید که شبکه سینما رو سخت علاقمندی دارم. کدوم؟ سخت علاقمندی دارم، خصوصا برنامه را یگان برنامه را میمانند تلویزیون. ولی بچه را گفتم که مرا یک بار به مونا برسانید، مرا مونا خوشم میاد، یعنی کارهای کمدی را که میکنم، کارهای شوخی و خنده و مذاق میکنه. خیلی اما یک دیگه چی نام داره؟ علاودین عبدالله. یکی علاودین، عشق یکی علاودین است. یک بار ببینم باید. یعنی هنرشون خیلی پسند است. بسیار معقول است، بسیار نام خدا، بسیار آدم لایق است، بسیار خوب است. دیگر نقش کمدی در تاجیکستان بیخی بالاست، بسیار بالاست دیگر. خیلی خوب. ثبوت کار میکنم. عموما موسیقی یعنی چی نقش داره در حیات میری مفتون؟ اما غم و تشویش و رنجی که من دارم موسیقی از برای من کلش دور میکنه. اگر من گاهی دق بیارم با همراه موسیقی به لبای خودم خنده میارم، اما خیلی در لبای همه مردم خنده را میارم. همویم زی غمت سفید کردی رفتی، ای دل خسته و ناامید کردی رفتی. در مجمره فراقی تو می سوزم، ای آتش به دلم امید کردی رفتی، ای آتش به دلم امید کردی رفتی. ای وای بر جوانی کس کار رفته باشد، رسیده باشد وای ناچار خسته باشد. پیمانه جوانی وای بینی شریخ در خواب، کس زین غمستان سرشار رفته باشد، کس زین غمستان سرشار رفته باشد. پیمانه جوانی وای بینی شریخ در خواب، کس نیست از این غمستان سرشار رفته باشد. باز آمدن محال است چون آب رفته در جوی، هر کس به شهر خوبان یک بار رفته باشد، هر کس به شهر خوبان یک بار رفته باشد. سیری بغاری عالم چون عمری به ثبات است، تا چشم کشایی وای گلزار رفته باشد. عارف خاموش بنشین از گفتگو زمانی،
هزار منصور بردار رفته باشد خونی هزار منصور بردار رفته باشد ای وای بر جوانی کس کار رفته باشد پیری رسیده باشد ناچار خسته باشد ای پیری رسیده باشد ناچار خسته باشد. ژانر که شما می‌سرایید اصلا فلک است. بله فلک است. فلک افغانی از فلک تاجیکی چی تفاوت دارد؟ چون که گفتید استاد دولتمند خالف می‌سراید و چون سرایدنش ما خودمونم فلک های پامیر میخوانیم، یک فلک داریم. ممکن قوم های کولاب و پامیری های تاجیکستان هم حین همین چیز بگمانم فلک میخوانن که اگر میگوی که میالیم فلک بخوانم و ما یک فلک از فلک در افغانستان ما رایج کردیم. در افغانستان ما رایج کردیم فلک دیگه نمیفهمیدن. تنها ولایت تخار بدخشان این دو ولایت فلک میفهمد و آوازخاناش فلک میخوندن. از قدیم مثلا عبدالرحیم چیابی یا در محمد کشمی که دو هنرمندی غرچک نواز و مشهوری، یکش از ولایت تخار است و یکش از ولایت بدخشان فلک اینا میخوندن. قبلا دیگه هنرمندای دیگه هم بودن، خیر خدا ببخشدشون مردن. خب موسیقی کلاسیکی تاجیک شش مقام چی آشنا هستید با شش مقام؟ بله شش مقام همیشه تماشا میکنم میبینم چون خودم خود رشتم نیست. بله ولی میبینم موسیقی شش مقام هم بسیار شهرت دارد. ای عزیزان به شما چند غزل میخوانم ای عزیزان به شما چند غزل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم افتخار است با من شرعتی مفتون شدند افتخار است با من شرعتی مفتون شدند زیر فرمانی تو من ساقی مر میخوانم زیر فرمانی تو من ساقی مر میخوانم شکر گویم که تو را کرده خدا هدیه به من شکر گویم که تو را کرده خدا هدیه به من سر بلند پیشیم با تو متل میخوانم سر بلند پیشیم با تو متل میخوانم ای پدر جان تو با من قوتی جان و دیگری ای پدر جان تو با من قوتی جان و دیگری در کناری تو پدر تا به ازل میخوانم در کناری تو پدر تا به ازل میخوانم ای نور چشمانی منی خدا مشیار تو باد نور چشمانی من خدا مشیار تو باد با تو با دغدغه و جان و جدل میخوانم با تو با دغدغه و جان و جدل میخوانم پوری پامیر منم نام رضا است مرا پوری پامیر منم نام رضا است مرا با بلندایی هنر تا غزل میخوانم با بلندایی هنرم غزل میخوانم ای عزیزان به شما شیر و شکر میخوانم ای عزیزان به شما چند غزل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم چون درباره همسر خود گپ زدید، در خانه یعنی همسر زور است یا اینکه شما؟ میریم افتور. والا همسرم زور است. یعنی زنجبیل کی است در خانه؟ ای خیلی خودت بفهمی دیگه. در برنامه ستاره افغان اگر فکرتان باشد یک شب او رو در افغانستان یک روز به نام روز زن است. بعد روز زن است خود سلام از همین طریق برادر قیس آریان سعید هم میگم و دیگه اونا که هستن در کشورهای بیرون زندگی میکنن اونا انگلیسی میگفتن من روسی میگفتم. بعد نوبت به ما شد ما گفتم که چون خانم نغمه هم بوده هم آوازخوان‌ها بودن ما گفتم که یک رهبر دانشمند گفته که گده نه تو ژن شد هم نه تو ژن. راست گفته.
دیگه اینا در جایی که زن نیست جو زندگی نیست. بله. خیلی مادر یا اولادام البته آدمی لایق‌تر است و خیلی باید او را حرمت بکنم و در ضمنش من هر طرف میگردم هم زندگی در گردن هموست. درست. دیقان و چوپان و هم مال و گوسپند خب من خیلی لقشلق هست دیگه. یعنی ما نمی شاید تفسیر همه حرمت برکت- میکنیم احترام. حرمتش میکنیم. حرمت میکنیم. شاید هم برکت زندگی شما از او باشه. از امو هست. خیلی خوب. بله. اینجا هم قدر صحبت کردیم، خیلی صحبت صمیمی بود، بله. خیلی صحبت عارفانه و صادقانه بود و سروده های بهترین سراییدن با صدای دلنشینشان و در این باغ ایرم، در این طبیعت زیبا و فورم حتی حس نکردیم که چگونه وقت گذشت و با فکرم خیلی شما رو خسته ساختیم. بله خوب از این صحبت یعنی برای شما پیسان بود نبود شاید یکم برداشت کردید. من بسیار خوشحال هستم. ما بله. سرفرازیم که شما در برنامه ما اشتراک کردید و شاید از ما چی سوال انتظار بودید که ما به شما ندادیم. من همین دستگاه نواربرداری رو برای شما است. ما اینقدر میگم که کشور تاجیکستان متحد باشد. ما 100 شکرانه را ما میکنم و ملت تاجیک از جناب عالی بکند با هم متحد باشه که تاجیکستان گل گلزار باشه و شما سلامت باشید. سلامت بله باشید. سلامت شما. باشید. جهانی سپاس از شما که البته دعوت ما رو پذیرفتید با حضور خود باز هم این برنامه رو این فضا رو رنگین و زیبا نمودید. من باور دارم که این زمان بیننده ما یک لحظه فراغت داشت. بله، می‌توانید درست نصیبه. است. درست. در آخر تمنا میکنیم که میری مفتون 100 ساله های دیگر محفل آرای مردم تاجیک و مردم افغان باشد و بگذار که افغانستان شما نیز آباد شود، آرام شود، آسوده بله. شود مثل تاجیکستان. بله. سلامت باشید. کشوری با ما دوست و همجوار است بله. و هم زبان و هم فرهنگ هستیم و بار دیگر میگویم که برنامه نورافکن منبر هنرمندان اصیل است. هر باره که اومدید البته به تاجیکستان مرحمت با برنامه نورافکن تشریف آورید و حرف دل خویش رو برای مخلصان تاجیک خویش گفته باشید. بار دیگر خوش آمدید به تشکر. تاجیکستان. سلامت باشید. سلامت و رحمت. خب بیننده‌های عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه نورافکن و اگر ذره هم توانسته باشیم با سروده ها و ترانه های میری مفتون شما را مفتون کرده پس سرفرازیم. خیر، تنصیحت و خانه آباد و پیروز باشید. خیر. انتظارم کردی که رفتی و غزل گفتند چانم